از مدیر مکتب کنشکا استاد نظری دعوت منم که دبل استیج امده و در مورد 21 فروری یعنی روز زبان آبایگی امو تورایی که در قنجقی از ما و شما در منکل بیله با اجازه جناب سرمیر صاحب آقای تورانی، جناب میر صاحب و تمام بزرگان در مجلس، همونطور که در جریان هستیم امروز برنامه مشخصا به مناسبت روز زبان آبایگی از طرف کبلاغی آذرگی برگزار شده و این کار شایسته و کار خوب دوستای کبلاغی آذرگی را به دیده قدر میگیرم و یک جهان سپاسگزاری و تشکری منم از جمع دوستای فرهنگی و مجمع خوب زحمتکش و صادق کبلاغی آذرگی. اولتر از همه سوال خلق میشه در ذهن کل ما و شما که چی ضرورته که روز زبان آبایگی یا روز زبان مادری در سراسر جهان تجلیل شود. بخشی از پاسخ این سوال را جناب آقای تورانی ارائه کردند. فلسفه ازی که روز زبان آبایگی یا روز زبان مادری به عنوان یک روز در سراسر جهان برگزار میشه، تورانی صاحب گفتند که فلسفهش از اعتراضات یا تظاهرات دانشجویایی بودند که در بنگلادش برای بررسمیت شناسی زبان خود اعتراض کردند، اما در برابرش پلیس یا نیروهای امنیتی خشونت کردند و اونا را در نهایت جانشان را ازشان گرفتند. سپس دولت بنگلادش میآید در سازمان ملل درخواست میده که شما زبان ما را به رسمیت بشناسید. همونطور که جناب تورانی صاحب گفتن، من مختصر اشاره میکنم، زیاد روی ازی بحث نمیپیچم، روی بحث بعدی صحبت میکنم که زبان یا زبان مادری و زبان آبایگی در سال 1999 از طرف دولت بنگلادش پیشنهاد میشه در سازمان ملل و بعد از سال 2000 این زبان در سراسر دنیا که تقریبا حدوداً 200 کشور در دنیا وجود داره و از میان 200 کشور حدود 170 زبان در دنیا وجود داره. همه کسایی که زبان داره یا همه اقوام و همه اقشار جامعه و همه طبقه جامعه که در هر گوشه دنیا وجود داره، اینا روز زبان خود را به نحو مختلف تجلیل مونند. حالا بحث اینه زبان چی ضرورت داره در بین ما و شما که این بحث را ما مطرح کنیم و چی ضرورت است که ما و شما زبان مادری یا آبایگی خود را تجلیل کنیم. قومای عزیز، همونطور که همه ما و شما میدانیم، یکی از مؤلفه ها یا عناصر اساسی قومیت یا قوم زبانه. ما اگر یک قوم را به عنوان یک قوم بشناسیم، ناگزیر هستیم که بریم مطالعه کنیم در رابطه با عناصر هویتی و نظم قوم که این قوم دارای چی عناصر هویتی دارد، ارزش های قوم مطالعه کنیم. بر اساس اینی ارزش ها پس دوباره بیاییم میگیم که اینی قوم در اینی جایگاه قرار داره و یا این قوم متعلق به اینی گروهی جمعیتی میشه. از این لحاظ است که زبان یکی از عناصر مهم و مؤلفه اساسی قومیت زبانه و ما برای ازی که بتونیم قوم خود را در یک جایگاه خوب تعریف کنیم و قوم ما به عنوان یک گروه قومی برای همگی شناسایی شود، بنابراین لازم است که نخست روی زبان خود بیشتر تمرکز داشته باشیم. البته خودم به عنوان یک کسی که سخت معتقد به هستم که ما باید در زبان مادری خود پاسداری کنیم و کار دوستای کبلاغی آذرگی را جناب تورانی صاحب اشاره کردند که حداقل از 20 سال به این طرف من خودم شاهدش هستم که اینا زحمت میکشه و در روی زمین مثلا زحمت کشیده صادقانه کار میکنه. منتها متاسفانه از اینکه خودم تلاش نمیتونم به زبان آذرگی پیور آذرگی که تورانی صاحب صحبت مونه من برایشون صحبت کنم، ما معذرت میخوایم چون ما متاثر از جای شدیم. بحث اینجایه که هر کس تاثیر پذیری داره. شما هزارهای کویته یا هزارهایی که در کویته زندگی میکنه زبانش گویشش را با هزارهایی که در ایران زندگی کرده، با هزارهایی که در افغانستان زندگی کرده برین مقایسه کنین، هر اینمی جمعیت متاثر و نظامو محیط بوده. ما حداقل 4 سال دوره دانشگاه و 2 سال هم دوره ماستری را به زبان دری آموزش دیدیم، بنابراین متاثر و نظامو محیط شدیم و به سختی است که ما یک بار دیگر بیاییم به این زودی تاثیر پذیری خود را کم کنیم و یا بتونیم به صورت
واضح و زبان هزارگی صحبت کنیم. اما معتقد به این هستیم که زبان هزارگی از این که پدر ما، مادر ما و تمام کسایی که در جامعه ما زندگی میکنه اونا گویش داره و زبان داره، به زبان هزارگی صحبت میکنه، افهام میکنه، تفهیم میکنه، ما میفهمیم، اونا میفهمه، همه ما و شما با همدیگر روزمره مکالمه میکنیم، از زبان همدیگر میفهمیم. پس بنابراین تا حد رمای و یقین گفته میتونم که زبان هزارگی یک زبانی هست که متعلق به گروه قومی هزارها وجود داره. پس از این لحاظ است که ما و شما تلاش کنیم تا بحثایی که مربوط به منافع جمعی قومی ما میشه، بحثایی که مربوط به هویت ما میشه، اونا را برجسته کنیم و روی از او کار کنیم، از اونا پاسداری کنیم. مسئولیت تنها کبلاغی هزارگی نیست که باید از ارزش‌های هزارگی اینا پاسداری کنه. مسئولیت هر فرد هزاره در سراسر جهان هست که باید از ارزش‌های قومی خود، از ارزش‌های هویتی خود پاسداری کنیم. ارزش‌های هویتی ما و شما چی است؟ یک از ارزش‌های هویتی ما و شما زبان است. ارزش بعدی است ارزش فرهنگی یا مثلا برنامه رسم و رواجی ما و شما هست که ما باید اینا را پاسداری کنیم. تا زمانی که اینمی ارزش‌ها در جامعه یا در جهان نگهداری شد، پاسداری شد، بفهمیم که ما و شما هویت ما پاسداری میشه. اگر ما نتونیم اینمی ارزش‌ها را پاسداری کنیم، ما با یقین گفته میتونیم که ما هویت خود را پاسداری نتونستیم. پس ما هویت ما به سوی نابودی میره. ما نمونه ذکر میکنم، شما سعی کنیم که در طول تاریخ روی ما و شما چقدر کار شده. جبره‌های مختلف تاریخی، یک بودش بود سیاسی قضیه، اما بود بعدیش بودیه که چگونه میتونه مردم ما و شما را از سرزمینش، از جای مکانش محو کنه و نابود کنه. چگونه این مردم به بیزاری پناه بگیره و بیزار شود از هویت خود. ما یک خاطره داریم، تقریبا یک 3-4 شب قبل با هزارهای اهل سنت یک جلسه داشتیم. جالب در اینجایه که تا هنوزم دوستای ما و هزارهای ما وجود داره این جای تاسف است که نمیتونه به صورت واضح و آشکار هویت خود را بیان کنه و بگه که ما هزاره هستیم. برای ما گفتن دوستای عزیز، ما پیش از اینکه در جلسه بشینیم با شما صحبت کنیم، یک خواهش داریم که لطفاً جلسه امشب را رسانه‌ای نکنین. دلیلی که رسانه‌ای نکنین این است که وقتی ما آمدیم در تنظیم نسل نو با نادر صاحب است، درسته؟ با نادر صاحب اینا ملاقات کردیم. او ملاقات ما رسانه‌ای شدن، بنابراین اینا برای ما تهدید امنیتی به وجود آورد. ما یک قومی هستیم که همچنان در قرن 21 در شرایطی که مردم و دنیا به سوی جهانی شدن میره، در شرایطی که دنیا همچنان انسانها را مطور که جناب تورانی صاحب گفتن که تنوع انسانی را میپذیره، ما همچنان متاسفانه در شرایط قرار داریم که بازم تلاش کنیم هویت خود را آشکار نکنیم، به دلیلی که ما تهدید میشیم از طرف تعداد کسایی. پس اینمی تهدیدها سازماندهی شده بوده در طول تاریخ، چی از دوران قبل از عبدالرحمن، چی دوران پیش از عبدالرحمن. اگر مطالعه کنیم برای ما و شما و تا عصر امروزی به صورت سیستماتیک کار شده که ما هویت خود را فراموش کنیم و هویت جعلی، هویت که او مربوط ما نیست و خود ما قبول نداریم، اونا را باید از روی جبر قبول کنیم. هزارهای اهل سنت میگم ما تاجیک میگیم خود را در حالی که ساختار فیزیکی ما، بینی ما، چشم، چهره ما واضح آشکار است که ما حاضر هستیم، ولیکن ما خود تاجیک میگیم. چرا تاجیک میگیم؟ چون ما مجبور هستیم. اگر تاجیک نگیم ما نمیتونیم زندگی کنیم. دمی کویته نمیتونه زندگی کنه. چی برسه که ما در بحث افغانستان که امروز یک حکومت دیکتاتوری حاکم است، حکومت تقومی حاکم است، در حالی که ما در کویته پاکستان یا در پاکستان نظام جمهوری داریم و آزادی های فردی جزء حقوق آزادی تمام افراد دانسته شده، همچنان ما نمیتونیم خود را هویت خود را واضح و آشکار کنیم. پس جای بس خوشحالی و افتخاره که ما مجموعه دیگر در کنار خود داریم که این مجموعه برای حفظ ارزش‌های ما هر روز تلاش میکنه و خودم شخصا به عنوان یک هزاره از جمع دوستای کبلاغی هزارگی سپاسگزاری میکنم که در 20 سال تلاش کردن و زحمت کشیدن تا ارزش‌های ما و شما را پاسداری کنند. بحث بعدی بحث این است، به طور خلاصه میگم ما 3 تا رویکرد فکری داریم برای اینکه قومیت را بتونیم به عنوان
و مؤلفه های قومیت را و خصوصا زبان را به عنوان یکی از مؤلفه های تاثیرگذار قومیت بشناسیم. یک رویکرد دیرینه‌گرایی است. رویکرد دیرینه‌گرایی باورمند به این است که شما به عنوان یک قوم وقتی در یک جامعه زندگی میکنین، زبان شما، ارزش های شما، رسم و رواج شما، همه از اینا جزء هویت های شما هست. اگر شما این اینا را حفظ نکنین، قوم شما و قومیت شما دیگر معنادار نیست. رویکرد بعدی رویکرد کارگزاری یا بنیادگذاری هستند که شما در یک جامعه زندگی میکنین. این رویکرد معتقد است ما مجموعه از مردمی را داریم، یا مجموعه از مردم، چی او مردم هزاره باشه چی غیر هزاره باشه، در صورتی که اگر متأثر نظامی روی کرد باشه به زودی میتونه که هویت خود را از دست بده. دلیل چیه؟ اینو معتقد به است که با توجه با همین روی کرد ما میتونیم که خصوصا در بحث‌های سیاسی یک هیجان برای طیفی از مردم به وجود بیاریم و برایشان بعضی ارزش‌هایی که مربوط و متعلق با اونا نیسته اونا رو تعریف کنیم تا اونا در کنار دیگران قرار بگیره و ما استفاده سیاسی از خود کنیم. رویکرد بعدی که در بحث هویت قومی یا خصوصا در بحثی که زبان به عنوان یک مؤلفه اساسی هویت قومی هست، رویکرد بر ساختگرایی هست. این رویکرد بیشتر دیدگاهش به این است که ما هیچ گونه ارزشی تکی نداریم، ارزش واحد نداریم، بلکه در جهان ارزش‌های مختلف وجود دارد و بعضی ارزش‌ها ساخته میشه و بعضی ارزش‌ها پس دوباره همانند در رویکرد دیرینه‌گرایی معتقد است که ارزش‌هایی هستند که کسب نمیشه بلکه ارثی هست و او ارثی از بحث چی است؟ منشأ قومیت است. پس ما می‌بینیم که در داخل یک جامعه بعضی ها تلاش میکنه که ارزش‌های ساخته شده را برای دیگران تحمیل کنه، همونطور که برای ما و شما تحمیل کردن و در حال تحمیل کردن هستند. ما این رویکرد معتقد به این است جامعه واضح و جامعه فعال، جامعه بیدار هیچگاه تحت تسلط اینمی طور یک رویکرد قرار نمیگیره. زمان یک جامعه پویا باشه، جامعه بیدار باشه، مردمش آگاه باشه، اونا همیشه متأثر و نظمو بحث و نظمو مؤلفه های اساسی ارزشی خود هست. پس با اساس این سه تا رویکرد ما میتونیم بگیم بر مبنای رویکرد دیرینه‌گرایی ما به عنوان یک قوم هستیم و زبان ما جزء مؤلفه های هویتی ما هست. پس تلاش کنیم همه ما و شما زبان خود را حفظ کنیم، نه تنها زبان خود را بلکه سایر ارزش های خود را حفظ کنیم. اما نکته بعدی، قوم‌های محترم، متاسفانه در جامعه ما و شما یک سنت بسیار بد حاکم شده. هر کسی که یک قدم برداره ما میبینیم قبل از اینکه مورد تشویق قرار بگیره مورد سرکوب قرار میگیره. به عنوان نمونه ما در این روزا متوجه هستیم که در فضای مجازی چقدر بالای کبلاغی هزارگی انتقادات وجود داره. ما برای او دوستایی که مثل ما در این صحبت میکنم از همینجا اعلام میکنم دوستای عزیز بیاین در هر جای یک گفتمان درست را مسلط کنین و انتقادات نقد را به صورت درستش شما انجام بدین، نه اینکه ما همدیگر را تقویت نکنیم بلکه از پای همدیگر بگیریم که تو اگر من نمیگم تو هم نگو. برادر اگر انتقاد هست ما پیشنهاد میست که ببینید انتقاد را به صورت منطقیش پیشکش کنید. مثلا یک از نقدایی که ما نمیفهم تورانی صاحب باقی دوستای کبلاغی رو خوانده نخوانده نقد دکتر فضایلی است در رابطه با بحث کارکرد یا فعالیت های کبلاغی هزارگی. ما پیشنهاد این انتقاد میخوانید، انتقاد سازنده. آقای دکتر فضایلی خودش ادبیات دری خوانده، متخصص ادبیات دری هست و یک استادی هستند که در حوزه ادبیات خودش در سطح دکترا و پی اچ دی تحصیل کرده. بسیار به صورت منطقی به انتقاد خود را بالای دوستای کبلاغی وارد کرده و پیشنهاد خود را ارائه کرده. اما او طرف یک تعداد دیگر داریم که اونا نه خودش کار میکنن نه برای دیگران مجال میده که کار کنه. ایتنا بحث در این نیست، بحث دانشنامه هزاره یک از بحث هست. مثلا مجموعی از دوستا آمده کار کرده شروع کرده دانشنامه هزاره را. ما کسایی که امروز انتقاد بالای دانشنامه هزاره میکنه خودم میبینم و خودم شاهد هستم که در ابتدای امر دانشنامه هزاره به عنوان نماد افتخار و غرور زیر بغل اربولو بودن، این طرف و طرف میرفتن که ما خود را نشان میدن که ما آدمایی هستیم که از دانشنامه حمایت کردیم. اما امروز میبینیم که
خودونشان میآید پس دوباره انتقاد میکنه. انتقاد درست است. ما بازم میگم در هر جامعه هر کاری که صورت میگیره، هر پدیده اجتماعی اگر نقد نشوه پخته نمیشه. پس هر پدیده اجتماعی که مورد انتقاد قرار گرفت اونا پخته میشه. برای از اینکه ما کار ما خوب پخته شود باید نقدها رو بپذیریم. اما رشخند کردن تو کار نادرست است که ما همدیگر را رشخند بکنیم، همدیگر طعنه بزنیم، همدیگر زخم زبان بزنیم. اینا کار نادرست است. ما مردمی هستیم که قبل از اینکه میان خود درد داشته باشیم از بیرون درد داریم. ما چرا بازم همدیگر را زخم زبان کنیم تا درد برای همدیگر جور شویم؟ چرا ما دشمن مشترکی که داریم، درد مشترکی که داریم برای التیام از او گام برنداریم؟ با عنوان مثال من میگم متاسفانه در جامعه یک تحولات در افغانستان به وجود آمد. پس از تحولات تعدادی از قومای ما و شما مثل ما مهاجر شدیم، آمدیم پناه آوردیم در کویته پاکستان. و اینجا ما چرا پناه آوردیم؟ چون ما میفهمیم که کویته پاکستان جای امن‌تر برای ما هست، برادر ما هست، قومای ما هست و ما در کنار قومای خود میتونیم زندگی خوب داشته باشیم، در حالی که پاکستان یک کشور بسیار کلان است. ما چرا در پشاور نرفتیم؟ ما چرا در کراچی نرفتیم؟ ما چرا در جاهای دیگر نموریم که سیل از مهاجرین هزارها عموما میآید مستقیم در کویته و هم در نقطه هزارتان. اما متاسفانه از روزی که آمدیم تا حالا سرآغاز آقای بهجتی و به ادامهش ده ها قومای دیگه ما را زخمی زبان کرده. از اون طرف میبینیم که دوستای ما متاسفانه بجای از اینکه کاری درستی دوستای کویته را، قومای کویته را تقسیم کنه، زخمی زبان میزنه. این اشتباه است. ما دشمنای مشترک داریم، ما درد مشترک داریم، رنج مشترک داریم. پس بین روی نیزی بس هم دیگر را تاجوری کنیم، بین در کنار هم باشیم تا دیگران ما را محو نکنه، نابود نکنه. تا بکه ما در یخن هم دیگر بچسبیم و یخن هم دیگر گرفته یخن کشک خودی کنیم، در حالی که دیگران بارش قبول ندارن. ما در باب زبان میگم دوستای عزیز، زبان چیزی هست، یک پدیده قراردادی بین ما و شما، بین انسان ها. لاکلا مفد یک زبان شناس فرانسویه، او در کتاب جامعه باز و دشمنانش اشاره میکنه، میگه شما ببینین زبان چی هست. زبان کست یک پدیده قراردادی هست. شما میتونین اینمیر بین هم دیگر قرارداد کنین. اگر سیاه را شما سفید قرارداد کنین، میتونین بعد از مدت ها سفید بگین. اگر سفید را سیاه قرارداد کردین، بعد از مدت ها سفید سیاه میشه. پس یک پدیده قراردادی بین ما و شما هست و این پدیده قراردادی از کجا منشأ گرفته؟ از گذشتگان ما و شما، از نیاکان ما و شما. چی نیاز است که ما به خاطر این همدیگر اینقدر زخم زبان کنیم، در حالی که به عنوان یک ارزش برای ما و شما قابل احترام است. ما از کاری همدیگر باید ستایش کنیم به جایی که همدیگر زخم زبان میزنیم. بیشتر از این صحبت نمیکنم. یک جهان تشکر در اخیر باز هم از همه قومای کویته سپاسگزاری مونیم. ما بار بار در اکثریت مجالس گفتم و در یک کتابی که به زودی انشالله نشر خواهد شد در اونجا ذکر کردم، در میان تمام هزارهایی که در جهان زندگی میکنه، هزارهای کویته با احساس ترین قوم است. خب در جامعه وجود داره دیگه، جامعه انسانهای متفاوت و مختلف وجود داره. ما بر تمام هزارها تعمیم نمیدیم که هزارهای کویته ما را زخمی زبان زده یا مثلا دوستای مهاجرین که نمامده زخمی زبان زده هستن کسایی. اما خواهش ما است که برادری عزیز بیاین در شرایط کنینی جور بازوی همدیگر باشیم. خیر است اگر یک دو مهاجر آمده رفتارش از نظر از تو نادرست است، او رو برو با زبان برادری امرایش صحبت کو. برادر تو است، خواهر تو است، امرایش صحبت کو. برادر وضعیت اجتماعی و فرهنگی نمی جامعه نمی چیز رو نمیپذیره، چرا توی کار میکنی؟ ولی این نیاز نیست که ما هم دیگر را زخم زبان بزنیم. من معتقد هستم که در باب حفظ و نگهداری ارزش‌های هزارگی هیچ کس بیشتر از هزارهای کویته تلاش نکرده و این چیزی است که ما نمیتونیم انکار کنیم، هیچ کس هم نمیتونه انکار کنه. بازم اشاره میکنم زمانی که عبدالرحمن بر مناطق زاراجات حمله میکنه، سیل از مهاجرتی که فعلا همینطور که فعلا شروع شده او زمان هم شروع شدن. مهاجرین به دو حوزه تقسیم شدن. یک حوزه البته حوزه های متعدد ولی به صورت عموم دو حوزه مشخص، حوزه ایران و حوزه پاکستان. مهاجرینی که در ایران رفتن، امیال مثلا در مشهد ما خیلی از مهاجرین هزارگیر داریم که اونا حتی خودونشان ارزش‌های خود را فراموش کرده، به زبان گویشی مادری خود را فراموش کرده،
ارزش های خود را فراموش کرده، اما هزاران مهاجرینی که در پاکستان آمد اینا روز به روز روی ارزش های هزارگی کار کردند و ما متوجه شدیم که هزارها نقطه احیای هویتش از کویته جرق زده شد و این بحثی بودن که خواهش ما بازم دوباره هستند که یک بار دیگر هزارهای کویته همچنان سردمدار و پیشقراولی احیای مجدد وحدت هزارگی از کویته شود، به جای اینکه با همدیگر درگیر باشیم به این روی اینی گفتمان کار کنیم، روی این بحث کار کنیم، با همدیگر در کنار هم کار کنیم، نه این که بر علیه هم باشیم. موفق باشین، سربلند باشین. یک جهان تشکر.